سلام بچه ها. تا حالا فکر کردین اگه سگ‌ها میرفتن مدرسه چه اتفاقی میافتاد؟ با چارلی آشنا بشین. سگ زحمت کش. چارلی هر روز کلی کار داره. اون به خانوادش کمک میکنه، روزنامه میاره، از خونه محافظت میکنه، حتی خرید هم میکنه. اما دل چارلی یه آرزو داره. اون میخواد مثل شما بره مدرسه. یه روز چارلی یه عالمه بچه رو دید که داشتن میخندیدن و با خوشحالی میرفتن مدرسه. یکم غصه خورد و فکر کرد چرا نمیتونه باهاشون بره. با خودش گفت چرا من نمیتونم برم مدرسه؟ چارلی تصمیم گرفت از جغد دانای جنگل بپرسه. آقای جغد، چرا من نمیتونم برم مدرسه؟ جغد دانا لبخندی زد و گفت چارلی، تو یه کار مخصوص خودتو داری که خیلی هم مهمه. تو هر روز به خانوادت کمک میکنی، اما تو میتونی به روش خودت یاد بگیری و بزرگ بشی. چارلی فهمید که حتی اگه نمیتونه بره مدرسه، بازم میتونه باهوش و مفید باشه. شروع کرد به یاد گرفتن چیزهای جدید، با خانوادش کتاب میخوند و حتی پازل حل میکرد. پس یادتون باشه بچه ها، هر کسی یه روش خاص برای یاد گرفتن داره. درست مثل چارلی، شما هم میتونین به روش خودتون ستاره باشین. به آرزوهاتون فکر کنین و یاد گرفتن رو ادامه بدین. دفعه بعد میبینمتون. سلام بچه ها. تا حالا فکر کردین اگه سگ‌ها میرفتن مدرسه چه اتفاقی میافتاد؟ با چارلی آشنا بشین. سگ زحمت کش. چارلی هر روز کلی کار داره. اون به خانوادش کمک میکنه، روزنامه میاره، از خونه محافظت میکنه، حتی خرید هم میکنه. اما دل چارلی یه آرزو داره. اون میخواد مثل شما بره مدرسه. یه روز چارلی یه عالمه بچه رو دید که داشتن میخندیدن و با خوشحالی میرفتن مدرسه. یکم غصه خورد و فکر کرد چرا نمیتونه باهاشون بره. با خودش گفت چرا من نمیتونم برم مدرسه؟ چارلی تصمیم گرفت از جغد دانای جنگل بپرسه. آقای جغد، چرا من نمیتونم برم مدرسه؟ جغد دانا لبخندی زد و گفت چارلی، تو یه کار مخصوص خودتو داری که خیلی هم مهمه. تو هر روز به خانوادت کمک میکنی، اما تو میتونی به روش خودت یاد بگیری و بزرگ بشی. چارلی فهمید که حتی اگه نمیتونه بره مدرسه، بازم میتونه باهوش و مفید باشه. شروع کرد به یاد گرفتن چیزهای جدید، با خانوادش کتاب میخوند و حتی پازل حل میکرد. پس یادتون باشه بچه ها، هر کسی یه روش خاص برای یاد گرفتن داره.